سلام، من شیشیم. به کانال من خوش اومدیم. میدونم اصولا کانالمون ریاکته و امروز قراره یه ویدیو خیلی غیر مرتبط به ریاکت ببینیم. من هر جا میرم همیشه از این میپرسن که وسیلات کو، در حالی که من وسیله‌ام تو دستمه دیگه یا تو کیفمه و شاید براتون سوال بشه خب که چرا این سوال رو میپرسن. به این دلیل اکثر کیفایی که من دارم همینقدر کوچولو و مینی هم. یعنی مثلا این تقریبا میشه با بنزه کف دست. بین همه این کیفایی که دارم، حالا این کیف هم یک کیف کوچولوه نسبتا، ولی خب به نسبت بقیهشون یک کیف بزرگ به حساب میاد، یعنی به نسبت اونا. حالا من امروز اومدم بهتون نشون بدم که من تو این کیف چی دارم در واقع. خب یعنی نشونتون بدم. یاور همیشگیم ایپاد، اینم فکر نکنه از جای دیگه میارم. دستمال قطعا لازمه، بالم لب برای نرم شدن لبام، یه هدبند شاید لازم شد، خواستم موهام بزنم بالا، اسپری آسمم لازم میشه کی چه میدونه، خوشبو کننده دهان، شکلات، گوش باکن، یه رژ لب، حتی خط لب در واقع، دستمال مرطوب، کارت بانکی، کارت اتوبوس، پد الکلی، حلقه گوش. این برای این کارم که انجام میدم. راستی من یه هنرمندم، بعدا یادم از این کارامو نشونتون بدم حتما. مقداری پول نقد، رسید، کلید، قرص، بازم قرص حساسیت و مسکنه، کشمو چون خواستیم ما هم ببندیم، و آخر از همه اسپولی ابروهامون مرتب کنیم. همه این وسیله رو من توی این کیفم جا دادم. خلاصه که آره، از آدم ها نمیپرسین، واقعا خودشون میدونن چیزاشون چجوری جا بدن. تا یه ویدیو دیگه، بدرود.